سلام، با قسمت هفتم از سری دوم آموزش خط و زبان فارسی از رادیو تاجیکی خراسان در خدمت شما هستیم. در این قسمت من قصد دارم علاوه بر کلمه های جدیدی که اینجا هست چند حرف اضافه یا آرتیکل هم به شما یاد بدم. اونها این هستند، دقت کنید. در فارسی که در انگلیسی میشه این، با در انگلیسی with، به در انگلیسی to و برای که در انگلیسی میشه for. اینها رو داشته باشین و چند تا کلمه جدید و بعد از اون چند تا جمله. کلمه اول کودک. سعی کنید بنویسید کودک. کودک. به دست من دقت کنید. روستا. روستا. کلمه بعد برادر. برادر که اینجا دوتا سرکش داره که اینها خط میخورند. کلمه بعد نامه. نامه. کلمه بعد فعل هست، نوشت یعنی wrote. نوشت. نوشت که باز اینها رو نداریم. کلمه بعد هم فعل هست، نوشید یعنی drank. نوشید. نوشید. کلمه بعد مو. مو. مار. مار. ماست. ماست. کلمه بعد کاسه که گفتم که رو اینطوری هم میتونیم بنویسیم، کاسه. ظرف گرد رو میگن کاسه. حالا اینجا چند تا جمله داریم، شما تمرین کنید ببینید آیا میتونید این جمله ها رو بنویسید یا نه. من برای شما میخونم. برادر برای من. نامه یک فعل میخواد، نوشت. تمرین کنید. برادر برای من یعنی for me. نامه نوشت که این رو میتونیم گردش کنیم. بابا در رستوران است. این است به معنای ایز هست. با در رستوران است یعنی father is in restaurant. در رستوران. in restaurant. کودک به روستا رفت. کودک به روستا رفت که این دوباره اینجا حذف میشه یعنی کودک baby یا children went رفت to village. کودک به روستا رفت. حالا شما دیگه چند تا حرف اضافه میدونید، تمرین کنید. چند تا فعل میدونید، نوشت، است، رفت، نوشید و ببینید که چه جمله های جدیدی میتونید بسازید. تا برنامه بعد، خدا حافظتون.